آیه دیگه صراحت داره که خداوند به ما توصیه میکنه که در دینمون راه تفرقه رو نریم، راه جدایی و جدا شدن از همدیگر رو پیش نگیریم. در سوره آل عمران آیه 105 باز خداوند می‌فرماید ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات و اولئک لهم عذاب عظیم. و شما مسلمانان مانند مللی نباشید که پس از آن که آیات روشن برای هدایت آنها آمد راه تفرقه و اختلاف پیمودند که البته برای آنها عذاب بزرگ خواهد بود. در این آیه خداوند مسلمانان را از اینکه همانند ملت‌های گذشته آنچه که بر قوم بنی اسرائیل گذشت با همه پیامبرانی که خداوند بعد از حضرت موسی بر اونها فرستاد با دچار تفرقه و دچار تشدد شدن و امروز شاهد هستیم که جمعیت پیروان حضرت موسی با همه اون کجروی هایی که دارن و بازم در همون اصرار دارن چه شرایطی. ما این نگاهمون به اقوامی که حتی پایه و اساسشون رو پیامبران اولوالعزم بودن رو اگر نگاه بکنیم باید خودمون اجتناب بکنیم از این تفرقه ها، از این جدایی ها. در سوره انفال با خداوند می‌فرماید و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم واصبروا ان الله مع الصابرین. دیگه نمیدونم واقعا چقدر مثلا ما اگر حرف از اسلام و اعتقادات اسلامی میزنیم با رجوع به قرآن ما رو باید کفایت بکنه که پرهیز کنیم از اختلاف و دو دستگی و نزاع که همه اینها موجب خسران دین و آخرت برای ما خواهد شد. دنیا رو که خودمون الان امروزه میتونیم شاهد اون باشیم. شما ببینید در چه وضعیتی هستن بسیاری از کشور. آیا حقجویی اگر فقط بنابر حقجویی این باشه که ما کشتار بکنیم، بچه رو بکشیم، پیرزن رو بکشیم و پیرزن رو بکشیم، اونهایی که این راه رو پیش گرفتن در کجای قرآن، در کجای سیره حضرت رسول میتونن این رو به ما نشون بدن ما هم از اونها پیروی کنیم؟ کجا حضرت رسول دستور دادن بچه‌ای رو ذبح بکنن؟ کجا حضرت رسول اجازه دادن که پیرمردی رو ذبح بکنن؟ کجا حضرت رسول اجازه دادن که بدونی که فرد از خودش دفاعی داشته باشه اون رو جلوی چشم دوربین به جلوی چشم مردمان گردن بزنن، سر برن مانند گوسفندی که سر میبرن؟ سوره انعام آیه 159 ان الذين فرقوا دینهم